از ابو هریره رضی الله عنه آمده است که گفتند که شنیدم جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را میگفتند که این اعمال بنی آدم تعرض كل خمیس لیله الجمعه فلا يقبل عمل قاطع رحم. عملهای بندگان هر هفته روز پنجشنبه، یعنی بیگاهی پنجشنبه شب جمعه، پنجشنبه که با آخر رسید بعد عصرش، وقتی که شام میشه الکی شام جمعه میدراید، اول شب میآید بعد روز پنجشنبه با آخر میرسد، شب جمعه فرا میرسد. در همین وقت عملهای فرزندان آدم به الله تعالی پیشنهاد کرده میشه. عملی شخصی که با خویشاوندانش رفت آمد را میکند قبول نمیشد. ببینید، عملی صالحتان قبول نمیشد. چه فایده از عملی صالح وقتی که با خویشاوندانتان علاقه را میکنید؟ این حدیث را امام بخاری رحمت الله علیه در کتاب ادب المفردشان و امام احمد در مسند روایت کردن با اسناد حسن.